12 سال پیش بود. ما یه انجمن خیلی کوچیکی داشتیم با یه تعداد حدود 12 نفر بودیم با اندیشه‌های مختلف. دور هم جمع می‌شدیم، صحبت می‌کردیم. راهکار به هم دیگه پیشنهاد می‌دادیم که در خارج حداقل با هموطنامون چیکار کنیم. شنیدیم که آقای همایون اومدن استکهلم. شهر ما یه شهر کوچیک نزدیک استکهلم. از ایشون دعوت کردیم که تشریف بیارن داخل این انجمن و صحبت کنیم. حدود 10 نفر بودیم. من که به راستی خودم توقع نداشتم که آقای همایون بخوام به خاطر 10 نفر توی سرما بیان تو این شهر کوچیک. و عجیب‌تر این که ما توقع داشتیم از وزیر سابق رژیم شاهنشاهی و همچنین بنیانگذار حزب مشروطه ایران توقع داشتیم در مورد حزبش صحبت کنه، در مورد دوران گذشته پهلوی صحبت کنه. ولی ایشون هیچ کدوم این کارا رو نکرد. در مورد سیاست صحبت کرد. و سیاست یعنی چه؟ و چرا دیگران ما را از سیاست میترسونن؟ و اینجور شروع کرد که انسان ها دو جورن. اونهایی که در سرنوشت خودشون تأثیر میذارن و اونهایی که هیچ دخالتی در سرنوشت آینده خودشون ندارن. طبقه اول طبقه‌ای هستن که بهشون میشه گفت سیاستمدارن و ایشون اصلا اینو بس داد. حتی چه شکلی سیاست تأثیر میذاره حتی در خانواده آدم، با همکارای آدم، در محیط کار، در محیط زندگی و اینها همه باعث میشه که انسان رشد کنه. دومین چیزی که در موردش صحبت کرد در مورد ایران بود. ایران گفت کشوری است که در یک منطقه خاورمیانه‌ای مسلمان و جهان سومی به قول اون روز هستش و ما با خرد خودمون، با تفکر خودمون، دخالت در سیاستمون باید این کشور رو از این منطقه بیاریم بیرون. منظورش این نبود که خاک رو بکنیم و داریم بیاریم بیرون، نه. منظورش این بود که فرهنگ جامعه رو باید بالا ببریم، اندیشه جامعه رو باید نزدیک کنیم به دید یک اروپایی. حتی انقدر ایشون هدف رو بالا میدید که اروپایی رومانی رو هم قبول نداشت. یعنی میگفت اروپای جهان اول، آمریکا غرب کردن. ایشون با این جملات، با این سخنرانی که اونجا کردن در مدت بسیار کوتاهی، بعد دیدیم در ایجاد انگیزه کردن در این جمع و ایشون فوق‌العاده تأثیر میذاشت و ایجاد انگیزه میکرد. من اینو توی این مدتی که از درگذشت ایشون میگذره در دگراندیشا دیدم. هر کسی اومد صحبت کرد از تأثیرات آقای همایون در مورد خودش صحبت کرد. حتی یه دم هفته بیشتر کن یا آقای تا جایی پیش رفت گفتش که قبل از انقلاب من این آقا میدیدم جایی ترورش میکردن و بعدن که با ایشون رو در رو شدم خیلی چیزام تغییر کرد. این ایجاد انگیزه که میکرد فوق‌العاده بود. این تغییری که در انسان ها ایجاد میکرد فوق‌العاده بود. بدون اینکه انسان واقعا فکر کنه که این کار در موردش انجام شده، ولی میکرد این کار آقای همایون. این تغییری که در دیگران دگراندیشان ایجاد کرده بعد از رفتنشون در مورد ما و هموندان من مسئولیتمون رو بسیار سنگین‌تر و دوچندان کرده و ما باید بسیار تلاش کنیم که ثابت کنیم که شاگردان خوبی بودیم برای آقای همایون. چون فرصت بسیار کوتاهه باید گفتش که برای همه ما که در این حزب هستیم از شاگردای خود آقای همایون هستیم و دیگرون، ایشان بسیار اثر به جا گذاشتن
علامت و نشانی که ایشان به جا گذاشتن فوق‌العاده است در این مدت عمرش که برای بهره برداری از اون میشه بهره برداری کرد. خیلی علامت ها و نشان ها و صحبت ها زیاده. یکی از کارهای دیگه که آقای همایون میکرد این بود که هیچگاه بابت هیچ چیزی از اصول پاشو اومدن نمیذاشت. اصول براش خیلی مهم بود. یعنی شما وقتی آدم میاد مقالات آقای همایون چند سال پیششو میخونه، درسته تغییر رو درش میبینه ولی اصول رو تغییر نمیداد و این شاهکار این شخص بود. اما امیدوارم که ما بتونیم هرچه پویاتر دنبال روی آموزگارمون باشیم. این اصولی که ایشون ازش دفاع میکرد تمامیت ارضی بود، پلورالیسم سیاسی بود، لیبرال دموکراسی بود و اینا خیلی مهمه که ما هم دنبال کنیم. چراغی که ایشون در دل خودش، در دست خودش، در دل ما فکر ما روشن کرد، من میدونم که آینده ایران و این حزب رو به صبح روشنایی خواهد رسون و ایران کشوری خواهد شد آباد و آزاد، یادش گرامی و راهش پویانده بود. آقای دکتر سیروس آموزگار پیغامشون رو اینطوری شروع کردن: خانم ها، آقایان، سخنم را با شعر بسیار کوتاهی از شاعر نامدار سیروس آریانپور آغاز می کنم که در رسای داریوش همایون سروده است. شعر آنچنان کوتاه است که در آن حتی یک کلمه اضافی نمیتوان یافت و با این همه حسرت و درد شاعر را نسبت به این فقدان ناگهانی و بی‌دلیل میتوان حس کرد. گریستم بر او که رفت، نه بر ما که مانده ایم. به راستی کدام کس بیشتر بازنده است، آن که می رود یا ما که می مانیم؟ رفتن، درگذشتن، به ابدیت پیوستن، قالب تهی کردن تعبیری است و بیهوده مردن تعبیری دیگر. مرگ همایون در واقع به این دلیل ما را تا به این حد آزرد و همچنان می آزارد که وی به راستی بیهوده مرد. یک روز بیش از 40 سال پیش همراه من به خانه پدرم آمده بود و تصادفاً پدر بزرگ مادری مرا در آنجا دید که بسیار فربه بود و به همین دلیل بیمارگونه میزیست. به راحتی جابجا نمیشد و حتی به راحتی نفس نمیکشید. وقتی به اتفاق بیرون آمدیم، بعد از سکوتی طولانی گفت: من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد که چنین سنگین و ناتوان بشوم. او در حق خیش ظلم می کند، زیرا هر لحظه ممکن است که بیهوده از دست برود. ما یک بار بیشتر از موهبت حیات بهره نمیگیریم و نباید به دست خیش زندگی خود را به خطر بیندازیم. داریوش همایون همه عمر به تعهد خود نسبت به خیش پایبند ماند و در زندگی سالمی که داشت از هر نوع زیاده روی پرهیز میکرد. بارها دیده بودند که به عنوان یک غذای اصلی به سیبی قناعت میکرد و در گرمترین لحظه های هر ضیافت مجلس را برای استراحت شبانگاهی خود ترک می‌برد. ورزش میکرد و در طول ماهایی که در ایران پنهان بود به یاری یوگا جان و جسم خود را در تعادل نگه می‌داشت. ولی متاسفانه سرنوشت خط دیگری برای زندگی تک تک ما ترسیم می‌کند. آخر چگونه می‌توان تصور کرد که مردی به بزرگی، هوشمندی او و با عشقی که به زندگی می‌ورزید با یکی از بیهوده ترین مرگ‌های جهان ما را ترک کند؟ البته پیش از وی نیز بسیاری از بزرگان با مرگ بیهوده درگذشتند. مرگ بیهوده از نوع مرگ درویش خان، پدر موسیقی سنتی ایران، که بیهوده زیر دست و پای اسب‌های یک درشکه جان داد. مرگ بیهوده از نوع مرگ پاسکال، خالق مبحث حساب احتمالات در ریاضیات، که بیهوده از درون کالسکه خود به رودخانه سن پاریس افتاد و جان داد. مرگ بیهوده از نوع مرگ یعقوب لیث صفاری که در آستانه تغییر قطعی خط تاریخ ایران
به قلنجی ناگهانی از جهان رفت. اما نکته اصلی در این میان اینجاست که آیا در مورد داریوش همایون نیز میتوان حادثه را در حد یک مرگ ساده و بیهوده خلاصه کرد و از آن به سادگی درگذشت؟ همایون نماینده یک طرز تفکر مدون و حساب شده بود و خوشبختانه موفق شده بود عده‌ای از همفکران فعال و تیزهوش و پاکباز خود را نیز برای تحقق بخشیدن به یک آرمان سیاسی بزرگ گرد هم جمع کند. گروهی که باید بار اجتماعی و سیاسی همایون شده است و میتواند همچنان به حیات سیاسی سازنده خود ادامه دهد. شما دوستان سیاسی وی اگر تصمیم دارید که چنین کنید، خداوند ایران زمین یارتان باد.